در ناحیه وسیع با استفاده از روزهای آفتابی فصل بهار ازیان خوجگی دهقانی به نام مولانوف سفرخوجه در دهه نوآباد دهات به نام رودکی به غذادهی زمین کارتوشکا مشغول میباشند. در دایره دستگیری دهقانان از جانب رهبری دولت در قطار دیگر خوجگی‌های دهقانی حدود این دهات این خوجگیداران با مقصد استواری کشاورزی و سرحاصل شدن زمین‌ها با نیروهای مینرالی تامین گردیدند. خوجگیداران امسال در میدان 1 هکتار کارتوشکا کش نموده امید دارند که اندکی هم باشد در تامین برنامه آذوقه‌واری مملکت و تامین بازار داخلی با محصولات استحصال داخلی سهمگذار باشند. طور رهبر خوجگی سیفالله حسن‌زاده اطلاع دادند کشت کارتوشکا را با رعایت قاعده‌های اگروتکنیک این محصولات و توصیه متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه وسیع به راه مانده باوری دارند که با جمع‌آوری حاصل آن درآمد خوب به دست می‌آورند. جناب عالی یک کار کرد که همین روحیه مردم یا خوجگی‌های دهقانی را بیدار کرد. بیامده ما کمک‌های جناب عالی را قطع کرده و هم خاطر مقصد با متخصصا گپ زنان کردیم در مسئله 1 هکتار کارتوشکا کردیم. رحمت بر رئیس جماعت رودکی که کمک جناب عالی را قدر کرده و تمام خوجگی‌های دهقانی رساندند. ما خوجگی‌های دهقانی جماعت رودکی این کمک جناب عالی را قدر کرده در اینجا و کشت کار مشغول هستیم. با در اینجا بر نظر گرفتگی که در کشت تکراری هم حتما میکنیم. ازیان خوجگی دهقانی به نام مولانوف سفرخوجه هر پارچه زمینی در اختیار خوجگی بوده را ثمراناک استفاده نموده در پهلوی زمین کشت کارتوشکا در مساحت 1 هکتار زمین دیگر پیاز کاریده است. حالت نشونمای این سبزوات در حال خوب قرار دارد. طور اطلاع گرفتیم در کشت این محصولات ها و کارکرد آن سیفالله حسن‌زاده رهبر این خوجگی 70 نفر ساکنان محلی را به کارهای صحرایی جلب نموده آنها با مزد مهنت خوب تامین گردیدند. سرور دولت جناب عالی محترم امام علی رحمان در هر یک برآمدشون تاکید میکنند که هر یک پارچه زمین از ثمرناک استفاده برین. ما از سخنان جناب عالی بهره بر شدیم با متخصصان هم صحبت شدیم. یک برادر از شهر ایسار، یک برادر از شهر ازمی ناحیه وسیع یکی تاجدین در مسئله 1 هکتار دیگه پیاز کاریدیم. یکی از موفقیت این خوجگی این هوسمند گردانیدن ازیان خوجگی و مهیا نمودن شرایط خوب مهنت ازیان خوجگی را وادار ساخته است که صافدلانه مهنت نموده هر یک وجب زمین را ثمراناک استفاده نمایند. در این قطعه زمین کشت تگ پلانکا محصولات های پالزی برآمده شده است. این باغ باشد عبارت از درختان میوه دهنده سیب و شفتالو آلو و دیگر درختان میوه های شهدبار در زمین های بایر از جانب خوجگیدار بنیاد یافته است. همین زمین ها بیکار خوابیده بودند. وقتی که من تلویزیون را تماشا میکنم جناب عالی همیدون فقط درخت میشینون. بعد ایستادم به خلاصه من گفتم زمین بیکاره همین یکون منفیتی داره که این مرد چقدر درخت میشونه باغ را. بعد اینجا گفتم پوگیزه درخت شینوندم. همین خیلی میوه فصل میگیره قریب 100 یا 150 بانکه کمپوت میکنه ورینی میکنه پیر کمپیر میزنن دقم دو کده. سیفالله حسن‌زاده میگوید که از شغل دهقانی برکت یافته است. مبلغی از درآمد زمین گرفته‌اش را که برای سفر حج جمع آورده بود برای دستگیری همدهگانش به کار خیر صرف نموده است. او به 7 عائله نیازمند کمک رسانیده برای برگزاری مراسم توی خانه‌داری 2 عائله جوان مساعدت نموده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید.